علی شیاف زمانی که از خواب پا میشه میره آشپزخونه. علی خیلی احساس سرگیجه و خستگی میکنه به خاطر اینکه شب قبلش با بچهای مزار 1 کیلو تریاک ناب افغانستانو زده بود. اون یه دفعه میبینه یه دونه موزش تبدیل به 2 تا موز میشه، بعد از 2 تا به 10 تا تبدیل میشه و از 10 تا به 20 تا. اون پیش خودش میگه جلال خالد، مردم ایران تو کف یه دونه موز موندن، الان من 20 تا موز دارم. اون از خوشحالی گوشیشو برمی‌داره که به بچهای مزار زنگ بزنه و بگه عجب جنس نابی بهم دادی، ولی اون متوجه میشه که موبایل توی دستش هم موز شده. علی شیاف میگه نه اینجوری نمیشه، باید دست و صورتمو بشورم تا حالم سر جاش بیاد. اما وقتی اون برمیگرده یهو با این صحنه وحشتناک روبرو میشه. اون بیچاره که ترسیده میره توی تراس خونه‌شون تا یکم آب و هوای تازه بهش بخوره، ولی توی خیابونا و حتی توی هوا هم موز میبینه. اون حالا که برمیگرده آشپزخونه حالش سر جاش میاد و یادش میاد که اون وقتی از خواب بلند شده بوده یه مهتابی رو روی میز گذاشته بوده و فکر میکرده اون موزه. اما زمانی که فهمید اون 90% مهتابی رو خورده حسابی پشماش میریزه. واسه همین اینجاست که باید گفت